بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوایم منوی هوم رو توی نرم افزار ورد با همدیگه بررسی بکنیم. من ابتدا نرم افزار ورد رو باز میکنم. حالا ویرایش های مختلفی داره نرم افزار ورد. ما با ویرایش 2019ش داریم کار میکنیم، ولی این دکمه ها معمولا ثابت هستن. همونطور که میدونین ما به هر کدوم از این قسمت هایی که من الان دارم کلیک میکنم به اینا میگیم یه تب یا زبانه، و این قسمت هایی که هست به این نوار بهش میگیم ریبون یا نوار ابزار یا ریبون. هر کدوم از این زبانه ها یه سری دکمه های رو تو خودشون جا دادن، ولی این قسمت ها رو ببینین با یه سری خطوط نازکی از همدیگه جدا شدن. هر کدوم از اینا یه گروهه، مثلا گروه پنز، گروه تولز، مثلا اینجا گروه فونت، گروه کلیپ بورد. کنار اینها یه دکمه هم معمولا هستش، یه مربعی هستش، داخلش یه فلش رو به پایین هستش. این فلش امکانات بیشتری رو نسبت به این دکمه هایی که اینجا من میبینم در اختیار من قرار میده. به صورت یه پنجره باز میشه و شما میتونید کارهای مختلف رو انجام بدید و مشخصات مختلفی رو بیاین کار بکنید. خب همیشه شما میدونین که وقتی که یه نرم افزاری رو اجرا میکنیم ما دوست داریم اولا که اسم فایلمون رو بدونیم چی هستش، اون فایل رو ذخیره بکنیم و اسم نرم افزاری که کار میکنیم. این بالا تو قسمت عنوان اگر دقت بکنید اسم فایلمون به صورت پیش‌ورز نوشته داکیومنت 1. تو نرم افزار ورد تا زمانی که شما فایلتون رو ذخیره نکردین این اسم رو اینجا خواهید داد، داکیومنت 1، داکیومنت 2، داکیومنت 3. و این قسمت نرم افزار اسم نرم افزار رو میبینیم. حالا تو نرم افزارهای دیگه اگر شما برید مثلا توی نرم افزارهای پاورپوینت نگاه میکنید، اونجا اسم پیش‌فرض یه چیز دیگه از پرزنتیشن، مثلا اینجا پاورپوینت. اما توی نرم افزار ورد شما اگر دقت بکنید خانواده آفیس معمولا شبیه هم هستن، بعضی منوها کاملا مشترک هستن. ما دقت بکنید یه سری چیزهایی رو توی این منو داریم با هم دیگه بحث خواهیم کرد و در ادامه سعی میکنیم که مواردی که مهم هستش توی این قسمت بگیم. خب مهم در قسمتی که هست ما قسمت فونت رو باش کار خواهیم کرد و قسمت پاراگراف، استایل، ادیتینگ. حالا این قسمت شاید توی قسمت شما نباشه، مربوط هستش به PDF کردن. خب ما میدونیم که وقتی میخواییم یه چیزی رو تایپ بکنیم، مثلا می‌نویسم کتاب، دقت بکنید همونطور که میدونیم کتاب مداد. هر شخصی یه دستخطی برای خودش داره. الان دقت بکنید توی ورد هم بر اساس اینکه شما مدل نوشتتون چی هستش اصطلاحاً به این دستخطه میگن فونت. یعنی فونت وقتی ازش اسم برده میشه منظور این فونت ها هست. اینا رو شما باید حالا روی سیستمتون نصب بکنید. بعضی ها از اول نصب شدن، بعضی دیگه رو شما فایلش رو آماده روی زمانی که ویندوز نصب میکنید میتونید نصب بکنید، بعدن هم میشه نصب کرد توی پوشه فونت توی نرم افزار ویندوز. وقتی که شما باز میکنید میرین توی درایو C یا مثلا هر درایوی که شما ویندوزتون توش نصب شده، شما اینجا میتونید از این قسمت توی پوشه ویندوز هم فونت ها رو بهش دسترسی پیدا بکنید، پوشه فونت رو داشته باشین، یا برین حالا توی کنترل پنل هم تو این قسمت شما میتونید وقتی که در حالت آیکونی هستش فونت ها رو اینجا ببینید و فونت های جدید رو نصب یا از سیستمتون حذف. خب پس این قسمت شد مربوط به فونت ها. اما نگاه بکنید ما وقتی که یه نوشته رو می نویسیم برای اینکه بدونیم فونتش چی هستش، اگر توی ورد یک بار روی نوشته کلیک بکنید این نشانگره در حالت
آماده به تایپ قرار میگیره و شما تو اون قسمت میتونید هر چیزی که خواستین رو تایپ بکنید یا پاک بکنید. وقتی که روی یک کلمه 2 بار پشت سر هم من کلیک میکنم، اون کلمه انتخاب میشه. ورد از کجا میدونه کلمه تموم شده؟ ببینین یه فاصله هستش. ما وقتی کلمه رو می‌نویسیم یه فاصله میذاریم. این فاصله نشانگر اینه که کلمتون تموم شده. توی ورد اگر شما 3 بار پشت سر هم کلیک بکنید، اون پاراگرافی روش کلیک کردین کل پاراگراف انتخاب میشه. حالا من اینجا پاراگراف ندارم، بعدا انشاءالله 2 قسمت پاراگراف با هم خواهیم دید. پس 1 بار اینو در حال تایپ قرار میگیره، 2 بار پشت سر هم یک کلمه، 3 بار پشت سر هم پاراگراف رو برای ما انتخاب خواهد کرد. خب اینجا دکمه هایی هستن که من سریع این دکمه ها رو بگم و رد بشم. ببینین شما همونجور که میدونین وقتی مثلا دارین مینویسین، علاوه بر دستخطتون رنگ خودکار یا مدادتون هم مهم هستش. این قسمت آ که زیرش خط قرمز کشیده مربوط هستش به رنگ بندی فونتی که دارین استفاده میکنین. چه رنگی رو استفاده کنین. اگر توی این رنگ ها شما این رو ندیدین، میتونین از قسمت مور کالرز رنگ های بیشتری رو هم بیارید. اینجا ما اون رنگی که میخوایم انتخاب کنیم رو نشون میده. وقتی اوکی رو میزنم رنگ اون نوشتم به اون شکل در بیاد. و یا اصلا مدل های مختلفی رو، حالا این چون متن من فعلا کوچیک هستش، بیاین جلوه های مختلفی بهش بدیم. جلوه های حالا رنگ بندی های مختلف، چند رنگی، حالا نوشته های مختلف شاید دیده باشین. مثلا توی قسمت های تبلیغاتی معمولا ببینین الان من نوشتم توش بنفش هستش، قرمز هستش. وقتی که از حالت گرادیان استفاده میکنیم از یک رنگ بیشتر میتونم استفاده بکنم تو نوشته. حالا کاری نداریم، شما بیشتر میتونید خودتون تمرین بکنید این قسمت رو استفاده بکنید. از طرفی دفتر، از طرفی شما وقتی که یه نوشته دارید میتونید این رو با یه قلم نازک بنویسین یا قلم درشت بنویسین. این علامت بی رو که من میزنم ببینید نوشته من رو ضخیم‌تر میکنه، مثل اینکه با ماژیک ضخیم‌تر نوشتم، با قلم ضخیم‌تر این رو نوشتم. اینا اصطلاحاً میگم بولد کردن. دقت بکنید من موس رو روی دکمه ها که نگه میدارم داخل پارانتز یه چیزی مینویسم. مثلا مینویسه بولد داخل پارانتز کنترل به اضافه بی. این یعنی اینکه دکمه میانبر رو هم به ما میده. دیگه نیاز نیست شما هر سری بیاین کلیک بکنید. میتونید روی صفحه کلیدتون مثلا دکمه کنترل بی رو بزنین، وقتی که یه نوشته انتخاب شده هستش این نوشته میاد پررنگ یا بولد میشه. خب یه علامت دیگه اینجا هستش، اصطلاحا برای کج نوشتن هستش، اصطلاح ایتالیک بهش میگن. اگر یه ذره دقت کنین تقریبا متوجه میشین که دلیل چی هست. بعضی وقتا ما توی جزواتمون کلمات مهم رو زیرش یه خط میکشیم. با این قسمت یو شما میتونید این خط رو بکشید که قرار هم نیست همیشه خط صاف باشه. این علامت فلش رو به پایین رو کنار یو من بزنم، میتونم از انواع اقسام خطوطی که اینجا تعبیه شده استفاده بکنم، یا حتی رنگ اون زیر خطی که میخوام بکشم رو هم مشخص بکنم که مثلا زیر این نوشته چه رنگ خطی کشیده بشه. شبیه همین یو یه دونه دکمه دیگه داریم. اینجا خط رو به جای اینکه زیر نوشته بنویسه میاد روی نوشته میندازه. ببین این ABC وقتی من میزنم خط رو میندازه روی نوشته. مثلا املای غلط داشته باشه میبینیم بعضی وقتا خط میکشن رو نوشته. بعد اگر دقت کرده باشین نوشته ها رو بعضی وقتا روی بنرهای خیلی بزرگ مینویسن، بعضی وقتا روی کاغذ مینویسن با اندازه کوچیک. اندازه نوشته رو شما با این اعداد میتونید تنظیم بکنید، میتونید با اینا تنظیم بکنید. خب حالا این 12 11 چی هستش؟ حالا اون بچه هایی که با خوشنویسی کار کردن میدونن که وقتی که داریم با نوشته کار میکنیم، مثلا میگه که ب نستعلیق مثلا شما به اندازه 3 نقطه باید مثلا کشش داشته باشید، یا آ مثلا 2 نقطه. حالا ما کاری نداریم چند نقطه، بر اساس نقطه اینها رو میشمرن توی خوشنویسی سنتی اگر باشه. اینجا هم واحدی که هست واحد PT بهش میگن. معمولا توی ورد
دیگه این سانتی متر یا اینا نیست، این واحدی هستش که برای شبیه همون واحد نقطه گذاری توی خوشنویسی خودمون هستش. خب از طرفی با این دوتا دکمه شما میتونید همون کاری که اینجا با عدد هستش رو انجام بدید، اما دقت بکنید دوتا داره این عددا، اول تغییر میکنه بعد خیلی زیاد. ولی شما مثلا دوست دارین این رو 23 بکنین، دیگه اینجا میان خودتون دستی تایپ میکنین. توی دفترها یا جزوات معمولا میبینیم که کلمات مهم رو روش با ماژیک خط میکشن. برای ماژیک کشیدن یا مارکر کشیدن از این علامت استفاده میکنم. وقتی من کلیک میکنم این رو میکشم اینجا، این رو مارک میکنه. اگر یک بار دیگه روی همین موس رو بکشم همین کار رو میاد کنسل میکنه. اینجا نگاه بکنید، این هم رنگ بندی های مختلف داره. از طرفی شما ببینید من وقتی که میام این رو میزنم کنار موس من یه علامت ماژیک میاره. بزنم این رو میبینید. خب برای اینکه از این حالت خارج بشه هم میتونم یا دوباره بیام روی این کلیک بکنم از این حالت در بیاد، یا دکمه اسکیپ رو روی کیبوردتون این دکمه رو بزنید. یه دکمه ای هستش بالا سمت چپ، یه دکمه تنهایی هستش اسکیپ هستش، معمولا توی کیبورد ها ازش استفاده میشه. خب این دکمه چی هستش؟ این دکمه کارهایی که من انجام دادم رو از روی این نوشته ها برمیداره و همه رو برمیگردونه به حالت پیشورز سیستم، اصطلاحاً حالت نرمال. اول کار دیدیم من وقتی داشتم می نوشتم اندازش چه شکلی بود. الان اینا رو من انتخاب میکنم، این رو میزنم، نگاه بکنید دیگه فونت رو اومد برگردوند حالت اول. بولدی و رنگ و اینجور چیزها اصطلاحاً بهش میگن فرمت اعمال شده رو اون رو کلا برداشت. الان ببینید من اینا رو بولدش کردم، وقتی این رو میزنم همه اینها رو میاد برمیداره. ولی ماژیک رو چون روی این کشیدیم دیگه با ماژیک کاری نداشتیم. نگاه بکنید، پس این دکمه پاک کن میاد شما هر فرمتی که روی این سیستم اعمال کردین رو از روش برمیداره. مثلا فونتش رو عوض کردین، اندازش رو عوض کردین، نمیدونم کارهای مختلفی که انجام میدین، اکثریتش رو همش رو میاد حل میکنه. خب از طرفی ببینین شما وقتی که دارین با ورد کار میکنین بعضی وقتها تو کتاب ها دیدین بعضی نوشته ها رو ما اینجوری میبینیم، شماره دار میبینیم، چند تا شماره، 3 تا شماره، 4 تا شماره، 2 تا شماره. خب این حالت رو میگن استفاده از استایل ها. از قبل تعریف کردن اندازه 14 بی تیتر، مثلا 14 باشه اندازش، مثلا یه ذره پررنگ باشه، اینو اصطلاحاً میگن مثلا تیتر مخصوص مثلا 2 شماره‌ای ها. خب اما وقتی که مثلا دیگه نیاز نیست هر سری برم فونت رو عوض کنم، یک بار میام تنظیم میکنم بعد میام از همین ها استفاده میکنم. شاید یه جای متن من یه اندازه مثلا 17 هم نیاز داشته باشم، دیگه لازم نیست هر سری بیام اینو کم و زیاد بکنم. شکل‌ها رو دیدین مثلا زیر شکل همیشه با یه فونت خیلی کوچیکی نوشته میشه، یه هر سری نیاز شما دست این کار رو انجام بدید. اینجا اگر توی قسمت استایل ها این فونت رو تعریف کرده باشین اتفاق میفته. الان ببینیم من این فونت این رو عوض کردم، این مربعی که انتخاب شده الان اومد افتاده اینجا. وقتی این پاک کن رو میزنم برمیگرده به حالت اول. این حالت اصطلاحاً گفتیم نرمال. هر کاری که کرده بودیم رو میاد کنسل میکنه این پاک کن. خب بعد بعضی وقتها یه سری نوشته های هنری میبینید شما رو بنرها، نیاز نیست همیشه شما بیاین از مثلا فتوشاپ استفاده بکنید. برای این کار شما میتونید از قسمت ورد آرت هم استفاده بکنید، مدل های مختلف نوشته رو داشته باشید. خب ببینید دکمه هایی که اینجا هستش، چند تا دکمه رو نگفتیم. یکیش اینه که معمولا ما وقتی که با انگلیسی سرکار داریم بهتر میتونیم اون رو ببینیم. ببینید خب شما میدونید توی انگلیسی ما یه سری حروف رو به شکل حروف
بزرگ داریم، یه سری حروف کوچیک داریم. این علامت آ مربوط به همین حروف کوچیک بزرگ. من وقتی این رو انتخاب میکنم، این رو که باز کنم، مدل های مختلف حروف رو داره نشون میده. ببینیم مثلا تو این نوشته همه حروف رو به شکل بزرگ نوشته، آپرکیس هست. اگر انگلیسی بلد بودین که خیلی بهتر، نبودین بر اساس اندازه این حرف ها میتونید ازش استفاده کنید. ببینید الان اینو من بزنم، همه حروف این This is a book همشون بزرگ شدن. یا مثلا اینجا همه رو میبینیم کوچیکه، همشون حروف کوچیک شدن. میدونیم توی جملات انگلیسی معمولا میگن که حرف اول جمله، حرف اول کلمه اول جمله باید با حرف بزرگ باشه. اینجا This is a book، تی اول باید بزرگ نوشته باشه. این اصطلاحاً بهش میگن حالت جمله، sentences case. ببینید فقط اولی بزرگ کرد. یا مثلا عنوان های مقاله رو دیدین، همه اول نوشته های هر کلمه رو میاد حروف بزرگ می‌نویسن. ببینید اول این، اول ایز، اول بی. آ رو معمولا اینجوری نمی‌نویسن. حالا زیرش یه خط کشید، اینو خواهیم گفت که این خط چی هستش. یا برعکس این کار. بر اساس اینکه کدومش رو شما دوست دارین میایین از این استفاده میکنید. بعضی وقتها ما میخوایم مثلا بیاییم بنویسیم 2 به توان 3. خب توی این شرایط من میتونم اول 2 و 3 رو بنویسم، 3 رو انتخاب بکنم و اینجا یه دونه علامت x به توان 2 داریم، این رو بزنم. این کناریش اندیس میکنه. ببینید پس یکیش توان میکنه، یکی اندیس، یکی x به توان 2، یکی x اندیس 2. یا این کار رو میکنیم، یا هم میایم که اول 2 رو مینویسم، بعد که نوشتم میام این علامت توان رو میزنم، بعد مینویسم 2 رو. خب یا اول میام نوشتم رو تمام میکنم، انتخاب میکنم اینا به توان و اندیس میرسونم، یا یه کار دیگه میکنم که خودم اول بعد که جایی که رسیدم به توان این کار انجام میدم. مثلا میخوام اینا بیاد بشه اندیس، انتخاب میکنم اینا رو میکنم اندیس. و کارهای مختلفی که شما با این دکمه میتونید انجام بدید. علاوه بر این ما اینجا گفتیم یه دونه منبع فلش رو فاینده، اینو بزنیم امکانات بیشتری رو ما برای تنظیمات فونت اینجا خواهیم داد که توی قسمت پیشرفته براتون این قسمت ها رو خواهیم گفت. خب گروه دومی که هست معمولا بهش میگیم گروه پاراگراف. این گروه یه سری قسمت هایی داره، بر اساس اینکه شما متن رو که نوشتین میخواین این رو تنظیم بکنید، از لحاظ زیبایی ظاهری، از لحاظ علامت گذاری، از لحاظ نقطه گذاری، از لحاظ شماره گذاری، میتونیم ما از این قسمت ها استفاده بکنیم. ببینید وقتی که ما یه نوشته رو نوشتیم و کامل انجام دادیم، میایم شروع میکنیم به ویرایش اون یا صفحه آرایی اون مورد. صفحه آرایی معمولا میاد با یه سری دستورالعمل‌هایی که از قبل به ما دادن انجام میشه. مثلا فونت ها رو میدن بهتون، اندازه هاش رو میدن، نحوه استفاده از این فونت ها، همه اینا رو میان ازتون میخوان. خب کاری که معمولا ما انجام میدیم، نگاه بکنید این قسمت رو، اینو بهش میگیم یه پاراگراف. ما از کجا میدونیم پاراگراف کجا تموم شده؟ ما هر وقت دکمه اینتر رو بزنیم یه پاراگراف ایجاد میشه. شما بعضی وقتا میگن که اینتر یه خط ایجاد میکنه. عبارت بهتر این کار اینه که شما بگین با زدن اینتر یه پاراگراف ایجاد میشه. این علامتی که اینجا مشاهده میکنین علامت ایجاد پاراگراف. نگاه بکنید بعضی وقتا ما میبینیم یه همچین چیزهایی رو روی صفحه میبینیم. ببینید وقتی شما فاصله میدین توی یه نوشته ای، این فاصله توی چاپ نمیفته که، یا مثلا اینتر میزنین توی چاپ نمیفته که. اصطلاحاً یه سری کاراکترهایی روی کیبورد هستن، من وقتی میزنم توی صفحه ظاهری ورد نشون داده نمیشه، مثل نقطه، مثل مثلا به اضافه اینا نشون داده نمیشه. در حالی که من وقتی این دکمه رو میزنم، ببینید برای اینکه من تشخیص بدم کجا اینتر زدم، اومده این علامت رو به من نشون میده. هر جایی که من این رو دیدم میدونم که اینتر زدم. هر جایی که این علامت رو دیدم، ببینید بین دوتا کلمات اگر دقت بکنید این نقطه‌ای که بالا هستش
نقطه نیست. ببینید نقطه اصلی این پایینیه، این بعد از دهده اینه نقطه اصلی، ولی این هم شکل نقطه هستش. معمولا جاهایی که من اومدم فاصله دادم رو بهش میگن این به جای هر فاصله یه نقطه نشون میده. ببینید بعضی جاها ما میبینیم که نقطه اضافی گذاشته شده، مثلا اینجا ببینید 3 تا مثلا داریم میبینیم که فاصله زده شده. وقتی من این علامت رو میزنم کاملا مشخصه که من فونت ها یه سری علائمی که هست اینجا میبینیم، حالا علائم مختلفی نشون میده، شما خواهید دید. خب اینو میزنم. از طرفی وقتی که یه نوشته رو نوشتین شما میبینین میتونید این رو با این 4 تا دکمه تنظیم بکنید. چجوری؟ همه یه نوشته ها از سمت راست مثل یه خطکش گذاشته بشه کنارشون، با این ورشون کاری نداریم. هر وقت کلمه اگر جا نشد این طرف میاد پایین مینویسه، نه جا شد همونجوری اونجا مینویسه. یا این حالت بهش میگیم حالت وسط چین، این حالت راست چین بهش میگیم، راست چین، وسط چین، چپ چین. ببینید از سمت الان راست، انگلیسی ها این چپ چین رو مثلا دوست دارن بنویسن، ولی اینجا رو میبینیم نامرتبه. اما اگر این رو بزنیم از دو طرف هم مرتب خواهد کرد. ببینید این مثلا از سمت راست فقط مرتب، از دو طرف بخوام مرتب بشه این دکمه رو میزنم از دو طرف هم مثل اینکه خطکش گذاشتم و این رو مرتب کرد. بس این قسمت ها شد برای مرتب سازی. یه چپچین راستچین کلی هم داریم. الان نگاه بکنید، من وقتی اینتر میزنم نشانگر من اول خط رو سمت راست میشناسه، در حالی که توی فارسی این کار درسته. اما وقتی که انگلیسی میخوایم بنویسیم اول خط باید سمت چپ باشه. اول خط رو اگر اینجا دقت بکنید با این تنظیم میکنیم که از کدوم سمت شروع بشه. پس همیشه ما اول دقت میکنیم که نوشتمون فارسی هستش یا انگلیسی، این اول خط رو مشخص میکنیم، بعد که این کار رو انجام دادیم اون وقت میایم با اینا کار میکنیم. پس همیشه دقت بکنید، مثلا فارسی که هست اینجا میخواین این رو تنظیم بکنید، اول بیاین این رو نگاه بکنید، وقتی تنظیم شد بیاین با استفاده راست چین چپ چین هر کاری انجام بدید. از طرفی شما بعضی وقتا یه سری اینجوری لیست دارید، خب اینا رو نمیخوایم دستی لیست بزنیم، اون وقت ما میایم از این دکمه ها استفاده میکنیم. ببینید من نوشتم اینتر زدم یه دونه اومدم پایین، اینتر زدم اومدم پایین. اگر بخوام لیست ها رو به صورت شماره گذاری شده ببینم اینا رو انتخاب میکنم، این شماره گذاری خودکار رو میزنم که حالا اگر من آخر لیست اینجا یه اینتر بزنم خودش خودکار شماره رو میندازه، میتونم بنویسم. اما نه، شماره برای من مهم نیست، میخوام همین لیست رو فقط نشون بده، نقطه بذاره، به اضافه بذاره. ببینید مدل های مختلفی هم اینجا داره ها. ببینید اول اون نوشته ها سر تیتر ها رو چه شکلی نشون بده، میتونیم با اینا تنظیم بکنیم چه شکلی نوشته بشه، چه چیزهای استفاده بکنه. شما میتونید اینا رو استفاده بکنید. حتی خودتون میتونید بیاین یه شکل جدید بیاین تنظیم بکنین که یه سمبل جدید، مثلا من میخوام اول همه نوشته هم یه دونه اینجوری دایره بندازم. ببینید اینو که از این قسمت میام دیفاین رو میزنم، چون اگر اینجا نبود اون مدلی که من میخوام زدم، حالا توی دیفاین اگر عکس هستش عکس، اگر نه یه شکل خاصی که بهش میگیم سیمبل اینو انتخاب میکنم و مدل خاصش رو مثلا همش رو میخوام اولش بیاد این بنداز، همشون اولشون رو منتخب مثلا. خب اینها برای شماره گذارش. این سومی الان این رو وقتی که رسیدیم قسمت استایل ها میگم اینم برای شماره گذاری هستش، ولی یه ذره متفاوت هستش با این قسمت که اونو با هم بحث خواهیم کرد. خب از طرفی شما ببینین الان این نوشته بالایی رو نگاه بکنید، فاصله بین این خط ها هم برای ما بعضی وقتا مهمه. مثلا تو دوره ابتدایی میگفتن که وقتی دارین مینویسین یه خط بنویسین، یه خط رو اصطلاحاً خالی بذارین، به یه خط پایین بنویسین که مثلا دارین اول کار هستین نوشتهاتون به هم نچسبه، سردرگم نشین. خب فاصله بین خطا رو من میتونم با استفاده از این دکمه تنظیم بکنم. اگر این عددها برای من مهم
کافی بود از همینا انتخاب خواهم کرد. نه کافی نبود، توی میرم این لاین اسپیسینگ که جلوش 3 تا نقطه داره رو میزنم. چرا 3 تا نقطه؟ حالا اینا رو نکته داره که آخر کار بهتون خواهم گفت. خب این وقتی که باز کردیم اینجا نگاه بکنید نوشته لاین اسپیسینگ. این رو میام میذارم روی مالتیپل و هر عددی که خواستم میتونم اینجا انتخاب کنم یا اصلا بنویسم. فاصله بین خطا رو میتونم کم و زیاد بکنم. ببینید اینو من بذارم نگاه بکنید. ببینید چجوری کرد فاصله بین خطا رو. نوشته ها رفتن تو هم میتونیم فاصله نوشته ها رو باز تنظیم کنیم. همونطور که گفتیم وقتی ما یه دونه اینتر میزنیم یه پاراگراف جدید ایجاد میکنیم مثلا این پاراگراف بعدش یه پاراگراف جدید ایجاد شده دیگه. از کجا میفهمم؟ ببینید اینجا اینتر زده، اینجا اینتر زده، هر جایی که اینتر زده میدونیم که یه پاراگراف هست. این فلش ها هم یه علامته، ببینید توی چاپ نمیفته. خب فاصله بین خطا توی یه پاراگراف رو گفتیم با این قسمت تنظیم میکنم. اگر بخوام فاصله بین 2 تا پاراگراف رو با هم تنظیم بکنم میام از این 2 تا استفاده میکنم. فاصله قبل از پاراگراف بعد از پاراگراف، این 2 تا نگاه بکنید. اینجا بزنم بیاد این قسمت. شما اسپیسینگ رو اینجا دارین، قبل از هر پاراگرافی چقدر باشه فاصله، بعد از پاراگرافی فاصله چند باشه، شما میتونید تنظیمات رو انجام بدید. خب بذار بریم بالا. آماده سازی کتاب. ببینید فاصله بین آماده سازی و کتاب رو نگاه بکنید. ببینید الان بین کتاب و آماده سازی فاصله انداخت ولی خطای بعدیشو کاری نداشت. ببینید این افتر و بیفور اینه که مثلا قبل از پاراگراف یا بعد از پاراگراف. افتر میشه بعدش، بیفور میشه بالاش. یعنی شما مثلا یه پاراگراف ایجاد کردی، ببینید اینجا این تموم کرده، برای اینکه زیبا بشه یه خط فاصله زده. به جای اینکه این کارو هم ببینید اینجوری بود دیگه، الان یه فاصله اینجا انداخت. به جای اینکه این کار رو بکنید خیلی راحت میتونست از این قسمت بیاد یه دونه بیفورش یه دونه فاصله بندازه، اصلا اینجا اینقدر فاصله داشته باشه و نیازی به اینتر نبود. خب حالا همه اینا به کنار، ما وقتی که داریم با نوشته ها سر و کار داریم بعضی وقتا بعضی نوشته ها رو میخوایم یه ذره داخل تر بنویسیم. خط اولش رو ببینیم، این 2 تا نقطه رو ببین، این الان کل نوشته رو یه ذره میبره داخل. اگر من میخواستم نه فقط یه نوشته‌ای که شروعش داره شروع میکنه بره جلوتر، اون وقت تو این صفحه‌ای که باز میشد ما میومدیم اینجا فرست لاین رو انتخاب میکردیم. حالا مثلا بذار 1 سانت باشه، این پایین رو نگاه بکن، اینجا رو میبینین فقط خط اول رو داره میبره جلو. اوکی بزنم چجوری نوشته اینجا جا خالی گذاشت، من فاصله تایپ نکردم ولی خودش خودکار اینو انداخته. اگر الان شما اینتر بزنید دوباره وقتی دارین مینویسین یه ذره میرین جلوتر این نوشته رو انجام میدید. پس این فرست لاین رو وقتی میزنم خط اول رو یه ذره داخل تر مینویسه. برعکس این کارم هست، توی روزنامه ها دیدین برعکسش اینه. بس اینو بذارم هنگینگ بهش میگن. این بار خط اول رو یه ذره بیرون تر مینویسه، بقیه رو زیرش خواهد نوشت. میبینی اینو یه دونه خط اوورد بیرون تر، اینو اصطلاحاً میگن هنگینگ. نگاه بکن این قسمت. اگر فرست لاین رو بزنم پس خط اول رو میبره داخل، بقیه میمونن سر جاشون. نه بیام هنگینگ رو بزنم خط اول رو بیرون تر مینویسه نسبت به متن اصلی. خط اول رو نسبت به متن اصلی بیرون تر مینویسه. خب
این بس شد تنظیمات پاراگراف. حالا این قسمت ها رو بعدا انشاءالله با هم کار خواهیم کرد. شما وقتی که نگاه بکنید الان برای من یه سری محدودیت های گذاشته، گفته این کارا رو بیاین تنظیم بکنید که بحث بعد ما توی استایل ها هستش که اون رو بحث خواهیم کرد. قبل از اینکه این کار رو انجام بدم توی این قسمت ما یه قسمتی داریم به اسم تب. ما دکمه تب رو روی کیبوردمون داریم. بعضی وقت بذار کیبورد مجازی رو من بیارم براتون. ببینید روی کیبورد مجازی یه دکمه داریم به اسم تب، یه دکمه داریم اسپیس. من وقتی که اسپیس رو میزنم یه دونه کاراکتر میره جلو، اما وقتی تب رو میزنیم ببینید چند تا میره جلو، میپره اصطلاحا. خب شما میتونید طوری تنظیم بکنید این تب رو که نوشت، خب طوری تنظیم بکنید این تب رو که وقتی که داره مثلا میپره، حالا چند تا فاصله، مثلا 4 تا فاصله، 5 تا فاصله، به دنبالش یه سری نقطه چین بذاره، خط بذاره. تو فهرستا دیدین مثلا فهرستا رو می‌نویسن، عنوان رو می‌نویسن، چند تا نقطه می‌ذارن، بعد میرسه عدد رو میرسه. شما میتونید وقتی که با فهرست دستی سر کار دارین این کار رو انجام بدین. تو قسمت فهرستنی اون رو براتون توضیح خواهیم داد. خب حالا فعلا تا همین حد در مورد قسمت گروه فونت و پاراگراف کافی هستش. انشالله جلسه آینده خواهیم پرداخت به این قسمت استایل ها که قسمت مهمی هم هست.